آقای مجاهد، 1 سال از بالا شدن پرچم سفید و پایین شدن پرچم سه‌رنگ میگذره. انتقادات هنوزم به قوت خود پابرجاست. چه زمانی در این باره تصمیم میگیرین؟ به صورت فعلا خود تصمیمی است که بیرق داریم، پرچم سفید، پرچم امارت اسلامی افغانستان است و مردم افغانستان زیر زی پرچم بسیار با یک ابر قدرت مبارزه کردن و پیروز شدن. این پرچم حق داره که باید تجلیل شود، اهتزاز باشه. و این دو پرچم چه ارزش داره برای شما؟ کدامش دو ارزش خود داره و تفاوت این دو پرچم چی است که شما برای ارزش ها جنگیدین و یکی از او پرچم شماست؟ ببینید، پرچم نمایندگی از یک حالت میکنه. افغانستان همیشه در ادوار تاریخ پرچم های مختلفی را داشتن. قبل از این پرچمش سه‌رنگ ما پرچم های دیگری هم داشتیم. زمانی که علیه انگلیس افغانستان کامیاب شد و استقلال خود به دست آورد، انتخاب شد همین پرچم باشه. ولی متاسفانه بعضی دوره ها همین پرچم را بسیار سوء استفاده کردن. یعنی این پرچم به دستشان می بود، می آمد مردم هم میکشتن. همین پرچم به دستشان می بود، بمباردمان میشد از همون طیاره که همین پرچم از سرش رسم بود. همین پرچم بود که مردم یک دفعه در زمان اتحاد شوروی با مردم خود هم به هجرت مجبور کردن، به کشتن دادن، زنده به گور کردن و یک دفعه در دوره 20 سال آمریکایی مسلط بودن. از پرچم مثلا آمریکایی‌ها میدانین؟ نه، از آمریکایی‌ها نیست. در دست همون کسی بود که طرفدار آمریکایی بود. همین پرچم در دستشان بود. اینا مردم خاطره خوب نداره از این پرچم. فکر میکنید بیرق از اوناست یا بیرق مردم؟ نه، بیرق ما گفتم تاریخچه‌شه که از وقتی بعد از اخذ استقلال ساخته شده و مردم افغانستان را برای خود انتخاب کردن، ولی استفاده سوء صورت گرفته از این بیرق. این بیرقی که 20 سال کسایی و که بعد از آمدن شما سوء استفاده نمیشه؟ نخواهد شد. نه، هرگز. احترامی که به این پرچم دارین، پرچم سفید، پرچم امارت اسلامی، این احترام به این پرچم هم دارین آقای مجاهد؟ ببینید، پرچم ما قبلا گفتم که یک نمونه است، یک حالت را تعبیر میکنه، ترجمانی از یک حالت میکنه. این پرچم مبارزه و جهاد است. پرچمی است که علیه اشغالگرا و چندین کشور همراهش هم مبارزه شد تحت این پرچم. این برای ما ارزش زیاد داره، به خاطر که در زیر این پرچم ما مبارزه کردیم و موفق شدیم، مبارزه ما را به پیش بردیم. این به این معنی نیست که پرچم دیگر هم زیر نظر نداشتیم، ولی متاسفانه ذهنیت عامه برای تحمل او پرچم برای فعلا و احترام داریم به پرچم. مردم پرچم محترم است، به پرچم افغانستان بوده و کلمه سرش نوشته است. با احترام. بسیار خوب. عملکرد کمیسیون تماس با شخصیت ها که در یک جوزا کارش آغاز کرد مؤثر بوده؟ تا به حال بله. شخصیت ها زیاد آمدن به کشور خود برگشتن، از زندگی خود در کشور مستفید میشن، از متملکات خود که جا دارن، سرمایه دارن، از واب مستفید میشن و اقلا هم تبلیغاتی که در بیرون میشنیدن که جای برشان در افغانستان نیست، با مرگ و گرفتاری روبرو میشن. هم تبلیغات غلط ثابت شد و خودشان آرام در اینجا زندگی میکنن. با انتقاداتی هم بود بر کسانی که برگشتن. و انتقادات خیر، کسایی که هنوز بر نگشتن یا تبلیغات میکنن ها انتقاد خواد کردن. ولی هیچ افغان هم از این باید انکار نکنه که افغانایی که در بیرون هستند برشان از بیرون که در کشور خودشان مهم است. زندگی در کشور خودشان برشان آبرومندانه است. زمینه هم فراهم است بیان زندگی. یکی از انتقادات آقای مجاهدی است که چهره‌هایی که آمدن به دنبال جایداد و پولشان هستند و دوباره رفتن به خارج. برخی هاشون بر صورت ما گفتم قبلا که بیان از متملکات خود استفاده کنن. بدون شک همین کسایی که رفته بودن ملکیتشان اینجا ماندن، جایدادشان اینجا بود، پولشان هست، دکان و مارکت دارن، سرمایه دارن. توقع ما است که بیان از این سرمایه خود به نفع کشور خود استفاده بکنن. سرمایه زوار کسی نمیگیره، ولی همون سرمایه را کار برن و میتونن برن بیرون از کشور. افغان‌ها هر کس حق دارن به اختیار خود دارن که سفر کنن، اگر بخواین یک وقت بیرون باشن، یک وقت داخل میان. این حق از افغان کسی گرفته نمیتونه، ولی ترجیح ما است تشویق میکنیم به خاطر از اینکه بیان در مملکت خود زندگی بکنن. آبرومندانه برشان بهتر است از او که در کشورهای بیرون و دیگر باشه. چون انتقادهای مردم به این بود که برخی چهرهایی که برگشتن اونا اتهام‌های به اونا وارد است و اونا میگن دستشان آلوده است به فساد. نه، ما خب بعد از عفو عمومی که امیرالمومنین حفظه الله اعلان کرد، بعد از اون ما کسی مجرم نمیشناسیم با انواع مختلفی که در قبل گذشته. این محاسبه را هم اگر ترک نکنیم و ترازوی از را بگذاریم در دست ما باشه، باز افغانستان بازم آرام نمیبینه.
باز هم یک آرامش ذهنی به مردم نمیاد. حتما بسیار کسایی خوب. هستن که مشکلات از داشتن. عفو عمومی صحبت کردین. یک سال از عفو عمومی میگذره و چندین بار فرمان صادر شد که رهبر امارت اسلامی سفارش هایی داشت. در رسانه های اجتماعی در یک سال شماری از افراد بدون این که محاکمه شوند تیرباران شدن و شما حتما میدانم که به جدی نگاه میکنین و تعقیب میکنین. چرا برخلاف سفارش بعضی چیزا اتفاق افتاد؟ بله، خب یک مملکت بسیار کلان است و صف بسیار کلان است. کنترل هر فرد در هر جای بسیار سخت است و بعض جا که انتقام جویانه عمل شده ما معلومات داریم اصلا شخصی بودن، یعنی از آدرس امارت اسلامی افغانستان نشده. یک شخص بوده، یک شخص کسی از خود از اقارب خود از دست داده، او را نسبت میده به یک قماندان قبلی در صدد انتقام شخصی شده. ولی امارت اسلامی افغانستان امارت اسلامی نمیتونه جلوش بگیره. جلوش گرفته شده. یعنی همین وقایعی که تعدادش ما حساب کنیم بیشتر از 20 نیست. او گزارشی که سازمان ملل داشت. نه غلط است. شما در افغانستان زندگی میکنیم، اگر قدر وقایع باشه باید آدرس باشه کدام جای در کجای رخ داده و از همین واقعه که تا 20 تا نمیاد ما 17 زورش ثبت کرده بودم. او را در یاد دارم که عاملینشان گرفتار شدن، در پلیس چرخی هستند، قضیهشان در محکمه است. من حیث مجرمین با آنها برخورد میشه. کسی اگر کسی را بکشه یا تهدید بکنه بعد از عفو کسی دیگر اینجا ما او را مجرم نمیشناسیم و عفوش صورت گرفته. مردم افغانستان باید با هم بپیوندند، نه یکی از هم متنفر شوند. ولی بعضی تصویرهای هم آقای مجاهد در همین جریان در بیرون درس کرد که مثلا بعضی افراد مثلا چند تا اعضای نیروهای امارت اسلامی میارن در یک جای او را میخوابانن، لطکوپش میکنن. فکر نمیکنید این یک تبلیغ بد بر ضد شما؟ بله، یه عمل شاید شده باشه به خاطر از اینکه تبلیغ بسازن، چون در رسانه ها آمده در ما دیدیم و تعقیب شده. عاملین آنها پیدا شدن، قضیه ها پیدا شده، زیر تعقیب قرار گرفته، به محاکم محول شده. این ما پیگیری میکنیم. پالیسی امارت اسلامی افغانستان نیست. بسیار زیاد تشکر. آقای مجاهد، من میدانم شما به صورت جدی رسانه ها را تعقیب میکنین. گفته های وجود داره که در بین رهبران امارت اسلامی وحدت نظر وجود نداره. مثلا کلانترین مثال این است که رهبر امارت اسلامی گفت که قوانین ساخته بشر را کنار بگذارید و شریعت را تطبیق کنید. ولی ملا محمد یعقوب مجاهد به یک رسانه آمریکایی گفت که ایجاد یک قانون اساسی یک ضرورت است. فکر نمی‌کنید این اختلاف را نشان بده؟ نه، این برداشت درست نمیشه. گاهی وقت تفسیرات صحبت درست تر گرفته نمیشه یا اخذ درست نمیشه. هدف از او که امیرالمومنین حفظه الله میگه که قوانین بشر را ترجیح ندین، او در حالت است که او قوانین بشر در مقابل قوانین اسلامی قرار بگیره، یعنی در حالت تقابل. این من حیث ملت مسلمان و کسی که به خاطر قوانین اسلامی قربانی داده، اگر قانون اسلامی با قانون ساخت دست بشر در تضاد قرار میگیره، بدون شک ما هم ترجیح میدیم قانون اسلامی عملی شود. پس قوانینی که منطقی هست و قوانینی که نیاز است به دست بشر ساخته میشه، مثلا قوانین فرعی است، قوانین ترانسپورت است، قانون ترافیک است، قانون بخش‌های دیگر از تکنولوژی و گپا است. او را حتما ترجیح، او را که مولوی محمد یعقوب حفظه الله میگن هدفشون این است که قانون اساسی ساخته شود و تمامی ساختار نظامداری باید تشریح داده شود. او قانون در مقابل شریعت نخواهد بود. بله، چون در یک سال یکی از انتقادهای جدی همی بود، هم در داخل وقتی تحلیلگران صحبت میکردن و در بیرون هم انتقادات همی بود که پرسش من این است که بدون افغانستان کدام کشوری را شاهد هستید که قانون اساسی نداشته باشه؟ طبعا در حالاتی بود مثلا بعضی کشورها که انقلابات آمده، تحولات آمده، تا 2 سال و 3 سال هم قوانین نداشتن، بعدا طرح قوانین طرح‌ریزی کردن. بر صورت ما هم نیاز به قانون داریم، ولی زمانی باید فراهم شود که آرام باشه و مردم افغانستان جمع باشن، برای قوانین وقت پیدا کنن، صحبت کنن و قانون را باز بسازن و به آن عمل کنن.